سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قراره اولین ویدیو کانال ما باشه. امیدوارم که یه حمایت ریزی هم بشیم و تو این کامیونیتی بیایم بالاتر، به این پلیر خفن‌تر بذاریم. اومدیم با آفیشیال که گیم رو رنده کنیم. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. آفیشیال هستم. اومدیم با گیم ویور هیر. آقا اومدیم که بازی کنیم دیگه، اومدیم که پاره کنیم با داش بنام، حاج بنام معروف، محبوب، عزیز دلا. اومدیم که پاره کنیم. آقا گیم 2 نفر است و دیگه همین دیگه. بنام ردیو بزن بریم. من ردیم. استارت کن. اوکی گیم استارتینگ. آقا ببین، جعبه مهمات اولیه اون پایینت نیست؟ مهمات اولین پایین فقط کلید میخواد. قلف است. معلوم نیست باید چی کار کنیم. یه نقشه ای رو. نه حاجی، اینا ندارم من. این علامت ها روی کتاب هست بیشتر برای من. خب بگرد ببین این علامت ها دقیق اینایی که برات فرستادم هست. روی کتاب باید باشه، وایسا. این ما بذار یه بار بفرستم برات. یه دونه اینو داریم اینجا از کتاب. آقا من یه سری نمادها دارم اینجا، یه دقیقه وایسا، الان من باید بدم. نمیدونم حالا این نیست. آها اینه. خب بابا دن سرویس. اینه. خب الان چه کار باید بکنیم؟ نگاه کن اینو، این یا اینو، این یا اینو. بیا دیدی باز شد در. میگم به یه چیزی بابا هست. خب الان من اومدم توی یه همچین جایی، نگاه کن. بذار بفرستم بعد. وایسا بکنم فهمیدم کدوم این. این مثلا نمادای زیرشو برام بفرست. اینم چی هست؟ پیدا کردی؟ آره آره، نمادشو داداش پیدا کردم، حله. وایسا الان برات یه میفرستم. عکس رو تلگرام کار ما رو داره راه میندازه. به والا. خب الان این اینجا، اینجا خب. بعد اینی که شبیه دکه. خب اینی که نه شبیه، دیگه باید وسط باشه. میدونم فکر وسط میذارم. حواست باشه. بعد اینی هم که سیخ کرده رو بالا. ببین اون علامت سواله رو چپ داشته. باز کردم داداش. قضیه بازی شد. خب الان برای من هیچی نمایش نمیده، چجوری در باز کردی؟ باشی صدای هیولا میولا داره پشت من میاد. داداش چه خبره اینجا؟ آها، برای من این درم باز شد. اینجا اینا چه خبره اینجا؟ تو هم داری همینجوری پله میخوری میری زیر زمین. من زیر زمین درش قفله. من او این، درش کنم برات بفرستم. او بنا بجون ماجی. وای لوله اونجا لوله داریم، اونجا لوله داریم. آره. لوله ها رو بفرست، هرچی لوله هست بفرست تو این آب داره میاد بالا. چی شد این؟ ای وای چه خبره؟ در باز شد. بهم چیکار کردی؟ مرحله رو رد کردم، برو درت بازه.
درت بازه؟ در رفتم مرحله بعدی. هولیش بنام کجایی بنام؟ من همون زیر زمین که لوله ها رو با کردم. من اومدم توی یا ابوالفضل اینجا کجاست؟ آها فکر کنم اینه که با کردم باید بک بدم یه در دیگه با میشه برام. خب برو تو برو ببینم چی میشه. من توی نمیدونم اینجا چه اینجا چیه اصلا؟ اینا چی هن؟ اینجا چیه؟ این اهرام چی کار میکنه؟ این چی؟ الان ببین اونجا تغییری اتفاق افتاد اونور. برم پایین بسه. هم تو پایین والا اتفاقی دست کنم نه اتفاقی نیفتاد. خب الان تو What the fuck؟ مشعلا رو میشه خاموش کرد اینجا. مشعل رو ولش کن. الان من چجوری باید بیام مرحله بعدی؟ خود من اینجا گیر کردم. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم. خیلی عجیبه حاجی. من باید یه چیزی به تو بدم که تو انجام بدی من بتونم بیام بیرون، ولی نمیدونم چی باید بدم. خب ببین من مثلا این ارمو کشیدم پایین. دیگه کجا راه داره مثلا؟ ای بابا اینم که بنبسته. یادتون نره بچه ها دوتا چنل رو لایک و ساب داشته باشید. ناره آقا ما هم به زحمت داریم میکشیم، تو یه لایک نمیخوای ما رو مهمون کنی، یه ساب نمیخوای ما رو مهمون کنی. باز کردیم فکر کنم پارت های زیادی داشته میشه این ویدیو. نه این بازی 2 نفر است، فقط اختصاص خودمونه. اسپیشیال پسیه. آره اسپیشیاله. نمیدونم مغزم گوزیده. 6.5 hours later. بگردم و خدا نگهدار این مرحله شخمی تخیلی رو خود تموم کنیم، بریم مرحله بعد. چه عجب بالاخره. آقا الان در منو کی میخواد وا کنه؟ تکلیف من چیه؟ در تو رو من الان وا میکنم، صبر کن. Yeah, boy. آجی خیلی فکریه. The next day. نقشه چی بود الان این وسط؟ نقشه یه چیز چرت و پرتی. اصلا به دردمون نخورد نقشه. الان مثلا این در رو بخوام باز کنم اینجوری میشه و اگه از اینجا برم بله تموم شد. جی اوی بجی داره سردم میشه. الو الان من دوباره گیر کردم، تو رفتی جلو و من تو این خونه گیر کردم. اینجا با چیکار کنم من؟ دارم یخ میزنم. الو تایمینگ رو یه نگاه بنده. الان چند دقیقه شد بخوردمون؟ اشیا الان یه حساب کن
43 دقیقه. 43 دقیقه. یا بریم که برای پارت دومشو بسازیم. خب این از این، اینم از این، اینم از این. یه رفیق دارم حاجی، قشنگ خوراک اینجور بازی هست، قشنگ ماجراجویی ته این کاره. چی شد الان این چی کار کردم من؟ حاجی بهت بگم هنوز تو اتاق برنده هم میخندیدم حاجی، نمیدونم با چی کار کنم. دارم دور خودم میچرخم، اصلا یه حرکتی باید بزنم من. ببین شما توی ستونی نگاه کن الان من شطرنج جلومه، خب بازی شطرنج جلومه. خب نکنه باید یه حرکت بزنم، شطرنج چیه؟ نگاه من الان شطرنج جلومه. خب حرکت میکنه با موس کلیک چپ میکنی یا آره حرکت میکنه، فقط نه با چی کار کنم؟ ببین تو دوربر شطرنج نیست. بچه تا اینجا ویدیو اگه دیدید بازم میگم لایک و سابو بزنید، دمتون گرمه. و اینکه چون اولین ویدیو کانالم هست اگه بازدید خوبی بگیره یه گیفت کارت $10 جایزه میدم به کامنت برتر. اینا من باید چی کار کنم؟ اینو من باید چی کار کنم خدایا؟ این چیه اصلا؟ چه زهر ماری؟ من شطرنج رو بکنم تو؟ اشیا دیگه اهرام نداری اونجا؟ نه اینجا فقط شطرنج جلومه الان. ببین تو اون دوربر چیزی شطرنج نیست. تو تماس هستی؟ الان صدا میاد؟ آره مایکت بسته بود؟ بایکم بسته میشه خود به خود، نمیدونم چرا. ای بابا. من الان نمیدونم چیکار کنم. آجی منم موندم اصلا نمیدونم دقیقا باید این نقشه رو بکنم تو کجا. نگاه کن من الان بیاد برات بفرستم من کجام الان. بفرست. نگاه این شطرنج جلوی منه، من باید این شطرنج رو جوری بشینم که مثلا در باز بشه. این پروکسی هم سرویسمون کرد، لایه پروکسی بس شد. باز نکرد در باز کرد نگاه میکنه. ای بابا من الان این شطرنج ترمزاده رو چجوری درست کنم؟ تنها چیزی که فکر میکنم من هیچ استفاده ای ازش نکردم به شخصه این کتابای داخل قفسه است که میشه برداشت روش خون و علامت شکلک داره. اینا رو الکی نذاشتن، نه تو استفاده کردی نه من. مطمئنا این علامت شکلک ها یه دلیلی داره ها. این در من باز نمیشه بهت برسم، باز چه سری رسیدم به خدا. دوباره میوت کن. نه صدامو داری؟ آره دارم. نمیدونم این شطرنج رو چیکار کنم. آقا یه سرباز برو جلو. دارم سرباز میرم جلو. حاجی داریم شطرنج با بابا این چه بازیه؟
حاجی واقعا تو بازی های فکری چت یکی از چطور بهتون بگم بی صدا ترین ها میشم من اصلا بازی فکری فنش نیستم سر اینکه گفتن ترسناکه نصب کردیم حالا جلوتر ترسناک هم میشه باید یه ذره مرحله هاشو رد کنیم خب من الان این شطرنج رو- ببین اول رخ تو حرکت بده میوت خوردی به من همیشه اول با اسب بازی میکنم، الان اسب رو میبرم. اصلا اسب میبری دو فیل بازی میکنه طرف اسب حریفم به کار میندازم، بعد میخوام اسبمو ببرم جای دیگه نمیتونم. چی شد این؟ کوایت froze to death. ای وا. بزن این ready to from check point رو بزن. من مردم، من یخ زدم. waiting for other player نگو حاجی که اومدم اینجا من. آها نه یه از سب من اینجا انگور افتاد پایین. اینجا باید چیکار کنم من نمیدونم، اینجا رو باید چیکار کنم من نمیدونم. بعد دیگه مغزم رد داده. نگاه بدم من بزن تو اینترنت بزن. میزنم یه مدل دیگه اونا پلی دادن اون نسخه اولشه فکر کنم بعد اون چیزه رو پلی میدادیم ما اون نوحه رو پلی میدادیم که بفهمیم داستان چیه آه حاجی انگور چقدر خوبه. یا عیسی مسیح تو کمکم کن. بچه ها بازم میگم لایک های این ویدیو اولین ویدیو چنل منه به 50 تا دونه برسه 3 تا گیفت کارت $4 میذارم یا یه دونه گیفت کارت $10 گوگل پلی میدم به یه نفر به ریده خودم آقا سهم منم هستا. منم شما هم میتونی یکی از این کامنت گذاره باشی نه منم گیفت میدم اگه بخوره. اما آفیشیال هزینه بابا نمیشه خب چند هم دیوانه میشم. دلم میخواد الان همین ستون رو با تمام مخلفاتش بکنی تو این زنده بازی ای خدا. نه اصلا من نمیدونم باگ بازیه چیه بچه‌هایی که بازی کردیم قشنگ یه ریپلای تایمینگ بزنید مثلا 21 دقیقه و فلان دقیقه از فیلم ها. یه هشتگ گذاری کنید بهمون بگید باید چه کاری میکردیم که نکردیم یه تایپی بزنید We were here بود. آره آره ویور هیر بود و یه ذره تحقیق کن من برم این پایین یه چک بزنم track puzzle start track. انگلیسی تایپ کنده داشت پلتفرم فارسی کلا جا نیفتاده این رد کردن مرحله بزن مثلا how to get مثلا همونو فلان دارم میزنم دیگه. فکر کنم پیداش کردم صبر کن. فکر نکنم ولی خب بنام تو دورورت چیز داری؟ چی؟ توی اونجا هست که
چیزو پخش میکنه رو پرده. آره دارم. برو ببین یه جوری میتونی اونو فعال کنی. فعال نمیشه، خب سوراخش رو فشار میدم فعال نمیشه. صبر کن. آها الان برو ببین فعال شده برات. بدو. نه متاسفانه. ببین چی کار داره میکنه خارجی دقیقا. من تلاش بر اینم دیگه. حالا برو دکمهشو بزن تا فعال شه برات. آه دکمه قرمز رو من نمیگی. آره خب دارم میزنم دیگه. bishop in order to line up with the pawn. You'll move a black pawn up one spot in front of the knight. Then we can move the queen out by 2 spaces on the white side. Take the خب باجی دارم جلو میره center. And to finish off, we can take the queen, snatch up the black pawn in order to get a checkmate for the white side. In order to win this, line it up with the pawn near the center. صبر کن. Finish off, we can take the queen, snatch up the black pawn in order to get a checkmate for the white side. ای وای. Puzzle. Line it up with the pawn near. حاجی تو باید موقعی که ما اینو فعال میکنم بری چیزا رو بزنید که تو از اونجا به من بگی چیکار کنم. چیزا رو کدوم چیزا داره؟ اون چیزی که پرده پخش میکنه رو اوه اونو باید بزنی که من بتونم اینجا انجام بدم. خب من الان زدم هیچ اتفاقی نیفتاد انجام بده. نه میدونی منظورم چیه. شطرنج بالا میاد برات. خب بعد مثلا حرکاتی که من تو فیلم پخش میشه تو باید به من بگی که من انجام بدم. اوکی فقط این باید کار کنه اول پروژکتوره. فقط یاد بگی پروژکتور چجوری روشن میشه بقیهشو بلدی. اول وای مردم دوباره. Near the center. And to finish off, we can take the queen, snatch up the black pawn in order to get a checkmate for the white side in order to win this puzzle. You should grab an achievement for finishing this and doing it perfect. اوه. نگاه کن بذارینم چجوری میچرخونه چیزا رو. یه دونه نوار رو میزه کنار نقشه باید باشه ها. یه نوار مشکی دایره‌ایه. یه دیسکه. آره خب اونو وردار. واسه سب کن. این چیزا رو روشن کنم. موتور رو از بیرون. گذاشتم روی این چیز درست شد. خب الان به هم بگو مشکی و کدوم تکون بدم سفید و چندمی. روشن نشد پروژکتور. خب الان بزن دکمهشو بزن. اونو بچرخون دکمهشو بزن. دسته رو بچرخون دکمهشو بزن. 4 3 2 1 آورده. خب الان بگو ببینم سفید چندمی. مثلا دو ردیف بگو به ما. سمت 1 2 وایسا شما سربازتو آجی چجوری من بگم سرباز بگو از چپ مثلا از چپ
از میشه چپ چهارمی بیار، دوتا بیار جلو. میشه. ها؟ همه رو داره یارو بازی میکنه آخه. خب بهم بگو دونه بدونه کدومو برم. آها وایس یه بار دیگه بزنم روشن شه. الان بهت میگم. سرباز و چهارمی از راست رو برو دوتا بالا. خب اونم اومد دوتا جلو. خب همون. بعد فیلتو برو تا دوتا مونده به چپ. خب وزیرتو برو دوتا به راست. وزیر نداره اینجا. وزیر شاهه، مال چیزه. بعد وزیرتو ببر جلوی فیل یارو. وایسا از اول بگو. این دوتا این دوتا این بزنم پخش. این فیلو 3 تا آوردم جلو. بعد از فیل مشکی چندمی. وایسا آقا 3 تا سربازه میره جلو. خب چهارمی سرباز از چپ. اوکی. خب میاد اونم دقیقا حرکت ما رو میزنه. فیله میره چی؟ دوتا مونده به چپ. فیل راستیمونو دارم میگم. خب بعد دوباره وزیره دوتا دونه میره راست. وزیر کدومه؟ مشکی چندمی؟ اینجا معلوم نیست وزیر کدومه. گیر داداش بغل شاهه. بعد میره جلوی فیل یارو وای میسته. سمت چپ شاهو میبره دوتا سمت راست. بعد میبره جلوی فیل وای میسته. نه نگاه کن اینو بهم بگو. وزیر من الان تو مشکی کدومو بزنم؟ وزیر تو مشکی راست چندمیه؟ اونی که اینجوری سر سیخ سیخیه، اینجوری 2 4 5 تا دونه بال داره، اینجوری سیخ سیخی. نه نگاه کن بهم بگو چندمی از راسته، از چپ چندمیه؟ از چپ چهارمیه. پشت دیگه آره. ببرم جلوی کدام؟ بذار یه بار دیگه بزنم. ببین الان حرکات سفید رو من میتونم بهت بگم. گوش بده. بگو نه سفید. بعد مشکی بگو چندمی از راست. مثلا کدومو تکون بدم اینجوری؟ از راست هم سفید اومد هم مشکی اومد. خب رفت تا دوتا مونده به چپیه. خب بعد سرباز مشکی یکی مونده با چپیه اومد جلو. چند تا اومد جلو؟ یه دونه. خب بعد اسب طرف مشکیه اومد سمت چپ اون سربازه. الان نگاه کن من مشکی رو تکون دادم. الان نوبت سفیده. سفیدو چند تا تکون بدم؟ سفید چی رو تکون بدم؟ ببین سفید از اول میاد چهارمی از راست میره جلو. خب بعد از راست مشکی میاد جلو. خب بعد فیل میره تا از راست میره به دوتا مونده به چپ. خب بعد که مونده به چپ میاد جلو مشکی. وزیر سفید میره به سمت راست دوتا. این اسبت میاد بغل اون. بعد وایسا اسب میاد کجا؟ اسب میاد کجا؟ میاد گفتم سربازه رو میاری آها خب درسته تا اینجا. خب سمت راست اون سربازه نگرش می‌داره. خب بعد وایسا یادم رفت. وایسا 4 3 2 1 حوصله کنیم ببینم چی میشه. ببین دارم میمیرم ابوجو. نمیری آقا. چهارمی از سمت اینا رو گفتم سربازه بعد از سربازه که مشکی اومد کنار چپ مشکی هست سرباز. بعد از اونو بگو. اسبی که میره اونجا سربازه یکی مونده به چپ میاد جلو. خب وزیر میره به سمت راست. خب بعد اسبه میاد سمت چپ سمت راست این سربازی که بهت گفتم. خب تا اینجا سربازه رو انجام دادی؟ آره اسبرم انجام دادم. خب بعد انجام دادی. بعد از اسبه الان بهت میگم یه بار دیگه بذار پلیشه. وای بجام دارم میمیرم. وای نمیریم آجی. وایسا آقا اسبه رو آورد اونجا. وزیره رفت دوتا دونه سمت راست. اسب اومد اونجا تازه اسبه رو آورده. بعد وزیره همینو مستقیم رفت سرباز جلوی فیل مشکی رو زد. همین. آها باز شد. رو.
آی باز شد بالاخره. خب این چه نفسم زهر ماریه. سازنده بازی رو باید میگی نکنم این کارو بود. الان در من باز نشد. داشت سب کن من اینجا تلمله افتاده گیرم. این چه درمانی به چیکار کنم؟ خب این ستا این از این. بابا نگو که ریست میشه هر بار. وای be a little bit difficult moment in order faces upon it mistake which was edited out. We grabbed it in our second playthrough, no problem. In the next room, the explorer will find a book with 5 symbols, and they will need to clearly communicate those 5 symbols to the librarian, who will look around the library to find a magic book. Again, there are a lot of symbols that are very similar, so make sure you are extremely detailed with your description. Once you find the right book on the librarian side, you can turn that book around and then read the instructions on how the explorer is supposed to navigate the floor puzzle in front of us. The instructions on the book are written in a kind of tricky way on purpose as well, so make sure you read through it quite slowly and make sure you understand every step before making it in the floor grid. I will have all 6 of the books and all 6 of the solutions on screen once we figure it out ourselves here, so stay tuned if you can't seem to quite figure it out, or if the words on the back of the matching book don't seem to make a lot of sense here. You can now see that the librarian has found the matching book to my symbols as the explorer. You can now turn that book around in order to read the instructions on how to complete the floor puzzle. Let me show you the exact solutions so you guys don't get confused though. Again, these are taken from the Steam community guide, so I'm not taking credit for making these or figuring these out, but if you have book 1, it would look like this and then have a solution like this. For book 2, it would look like this and have a solution for this. بله Then we have book 3. And then we have book 4. نمیدانم. Book 5. سب کن زاجی دارم میفهمشون. And last but not least, book 6. You'll have one of those 6 books and one of those 6 book community guides. Look around in order to read the instructions on how to complete the floor puzzle. Let me show you the exact solutions so that you guys don't get confused though. Again, these are taken from the Steam community guide, so I'm not taking credit for making these or figuring these out. نه نگاه کن. Book 1, it would look like this and then have a solution. بسا این For نیست. book 2, it would look like this and have a solution for this. آها اینه. خب نگاه کن. اینو میری این اینو میری. اوکی رفتم. در من باز شد آجی. در من باز شد. خب این چیه دیگه؟ آجی من اومدم تو دنیای بیرون اینجا. اومدم کلیسا آجی. کلیسا چیه؟ Then have book 3. And last but not least, در اینم باز شد have one of پشمام. those 6 books and one of those 6 solutions. So once you have a solution, your book. And we are basically now a little turning things آجی in front بهت of us. بگم We're تو gonna کجا number them. میترسی 1, 2, هستن 3, آجی. 4, 5, 6 on the top and the bottom. This will basically خب باش برو چیز بکن. الان طبقه بالای در برات باز شد. the puzzle. But what we need to do as the librarian نگاه کن الان طبقه بالای در برات باز شد. آره آره رفتم داخل صندلی مندلی هست برای نشستن. یه در دیگه هم هست شانسی زدم باز شد. در رو که رفتم داخل یه دریچه هست رو زمین که میزنم قفل باز as well نمیشه. as the people in the castle, so that's going to be 2 and 6. Rotate them until you stop hearing the clicking. نگاه The کن. librarian lets you know that it's done, and at that point you want to Yeah. lock in the scene as the explorer, which will bring us to scene 2. As scene 2 begins, things will be reset and proceed. Second turn thing, the king, the third one, and the queen, which is the fourth one. So make sure the castle, king, and queen are all الان چه کاری تو باید بزنی؟ نگاه کن تو الان یه دونه حالت
تئاتر مانند باید دیده باشی. آره یه دریچه تئاتر مانند مثلا کاغذی، اونو ندیدی؟ زیرش یه فرش قرمز داره. فرش قرمز نه، یه آهنیه. یه سری آدما نگاه کن، مثلا من الان اینو تکون بدم یه سری آهنا هست مثلا جابجا میشه. جابجا شد. نه حاجی جابجا نشه. آقا من یه داره حاجی داره جابجا میشه. بده یه ذره راست‌تر. این خب چیکار باید بکنم الان؟ الان صبر کن. این آهنه رو چجوری داری حرکتش میدی حاجی؟ الان حرکت داره چجوری داری میخوره. حرکتش میدی؟ یه محوریه دارم میچرخونمش. ها؟ یه محوریه دارم میچرخونمش. الان نگاه، یه محوریه دارم میچرخونمش. خب الان اینو باید تو چه حالتی قرار بدی؟ الان باید این آدمکا وسط چیزه باشن. آدمک ولی من ندیدم اینجوری. You want to lock it scene as the explorer, which will bring us to scene 2. خب مثلا الان چی ببین آدمک میاد. آدمک حاجی هر چیزی بگی اینجا هست بجز آدمک. نه یه آدمک کاغذی ها میاد، مثلا همین جایی که تکون میخورن، همون جایی که این چیزه داره تکون میخوره اینا میان. ببین هستن. این چیزی میبینی؟ نه فقط یه موجود ترسناک اینجا، هیچی نیست. مطمئنی؟ آره هیچ آدمی من نمیبینم اینجا. آدم نه ها، ببین آدمک. دریچه رو بده راست‌تر. الان بفهم. این چی؟ بده راست. خب حاجی دقیقاً من باید یه دونه دریچه زیرزمینی باز کنم. این قاب عکس هم دقیقاً افتاد روی این دریچه. خب باز الان نمیشه بازم. نمیدونم باید چه نه الان باید یه آدم دیگه. الان قاب عکس قاب عکس آدمکی هم باید بیاد. اونا میان. نگاه کن من دارم تکون میدم، ببین میاد چیزی. آدمکی اومد حاجی. آدمکا اومدن چیکار کردی؟ خب آدمکا اومد. اومدن. الان بهم بگو بدم چپ شده. یا بدم راست. خب الان نگاه کن بدم چپ یا راست. آدمک آخه هم چپ هست هم راست. این گنجایش اینو نداره که همشون یه جا باشن. نگاه کن الان کدومش تکون خورد. الان یه آدمک ستاییه. خب اومد وسط چیزه بهم بگو. الان وسط شونه ولی یه ذره حالا جا داره. الان چی؟ تغییری نکرد. نگاه کن. اشتباهه. اون یکی آدمک رو فکرم کشیدی جلوتر. یه بار دیگه انجام بده. ببین چیزی تکون میخوره. شاسیه رو بیزا بیاریم نه نه آهنه رو نده. آهنه درست شد. خب یه ذره آهنه رو بده راست. اون چپه. بده راست. خوبه. آدمک جلویی رو میتونی تکون بدی؟ جلوی من نمی، من الان محوره. ببین تکون میدم کدومش تکون میخوره. الان ببین آدمک جلویی رو میتونی تکون بدی؟ خب ببین نگاه کن الان ببین تکون میدم کدوماش تکون میخوره. الان هیچ کدوم تکون نمیخوره. الان چی؟ بازم هیچی تکون نمیخوره. مطمئنی؟ بله. الان دارن آدمک های جدیدی اضافه میشن. داره تکون میخوره. برو همین وایسا یه چوسه همون مسیری که میرفتی برو. نه اون برعکسشو داری میری. الان درست شد؟ آره الان وسط دایره هستی. این سیندرلا رو بیار بذار وسط.
سیندرلا کدومه؟ آقا آدمکای جلو مهمه. الان همه رو کردی تو قاب عکس، الان همه وسطن. نه اونو ریدی توش، اون وسط بود قشنگ. خب این یکیشی. اونو همونو برعکسشو بیا داداش، همونو برعکسشو بیا. بیا. نمیاد ماشی هم نیت شد فکر کنم نمیاد. نمیاد؟ نه نمیاد. الان چی؟ آقا همون مسیری که رفتی گفتم همونو برعکسشو بیا. صبر کن الان. نه من الان هیچ کدومشون هیچ تکونی نمیخورد. الان نه تکون خورد بهت میگم، هیچ کدوم تکون نمیخورد. سیندرلا رو بکش وسط. آخه نمیدونم سیندرلا کدومه. یه ریز تکونی بده بهت بگم کدومو داری دست میزنی. نه اون نیست. اونو بیا جلو، اونو بیا یه ذرم برو همونو. این چی؟ همینو بیا برعکس همینی که داری میری. بیا ول نکن، همونو دوباره بیا، بیشتر بیا. خب بیام. بیا چقدر بیام؟ تکون نمیخوره این که. الان اون تصویری که روی قاب عکس وایسی کدومه؟ من کدومو تکون بدم؟ ببین مگه نمیخوای کل عکسا وسط این نه 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 نه، فقط یکیش. خب مردک من همه رو گفتم. دست در نکنم. از اینجا رو باید یه استوری در بیارم. آقا همه رو بکش چپ و راست به جز این خانوم سیبیلوه. اوکی. یه صبر کن من یه ریستارتی همه رو ازش بده بکنم. راست، همه رو بده راست، دست رو بذار رو همشون برن راست. چی شدیم؟ قشنگ مردی. بزن از اول ریدم تو. نیست میخوری چرا انقدر دره چرا با نمیشه؟ من دوباره گیر کردم اینجا. کیر کردی ما رو ناموسن. آقا این the blocks you're walking on out loud. The end on your puzzle can be a little bit tricky. The end. So آقا let's من focus on الان six. میدونی تو You're کدوم on. You just موقعیتم؟ want to این make که sure. رفت دوباره And last اومد but not تو least, دارم سوار کاستو میذارم که شطرنج رو بهت بگم. تو این موقعیتم دوباره نمیدونم چرا. نه بذار الان درستش کنم. صبر کن من اومدیم چک پوینت دیگه. like this. For book 2, it would look like this and have a solution for this. فکر کردم همه رو باید تو یه قاب عکس جلوی هم بذاریم عکس‌ها رو. مگر میگم خدایا خسته نباشی. Then we پیش have میاد three, طبیعیه. and then we have آره داداش four, طبیعیه، فقط من یکم اونجا فشار خوردم. book 5, and last but not least, book 6. You'll have one of those. اوکی خب 6 میشه 4 تا رو برو، 2 تا برو این ور، یکی برگرد، اینا برو، اینم برو. جی جی باز شد برات ببین. آره باز شد. بسم الله. خب داداش من باید دارم لیگ برتر مرد حسابی. آره تو اصلا خدایی. لیگ برتر تو زمین. آقا یه چراغ قرمز اینجا پدیدار شد، مثل اینکه یه سری حرکت ها قراره بزنیم. انقدر نور بالا نده کسکش. خب الان باید چه حرکتی بزنیم؟ الان صبر کن. الان کدومشون تکون خورد؟ در زیرزمین رو باز میکردم به خدا، همینجا پاز میکردیم این ویدیو رو. تهش یکم اینجا رو کات کنم گیم، تهش باید یه ذره حرفه‌ای تموم شه میدونی؟ اگر نه
این یه مرحله شو باید رد کنی. اوکی اون مال اونه الان. الان چرا نمیاری اون قاب عکس رو داشت؟ الان میارم حساب کن قاب عکس رو پیدا کردم کدوم. خب به این اومد. باشه دقیقا بهترین جایی که میتونی بذاری گذاشت. خب خوبه یا بیشتر بدم؟ نه همین جوری که هست بذار باشه، دقیقا وسط ترین جای ممکنه خب بذاری. ببین سیندرلام الان داره میاد. خب نه سیندرلا نیست، این بابا نوئل. خب خب الان وسط قاپه. نه وسط قاب نیست، بیا بازم همون مسیر رو بیا. الو بیا همون مسیر رو. دارم میام. نمیای وایسادی یه جا. یه مطمئن؟ کار. آره نمیای. ببین رو عقب میاد. آره اونوری میاد. آره الان چی؟ الان هم داره میاد. داره ول کردی هایی ول نکن. اومد وسط. نه میخوای قاب اکثر رو بیاره ذره راستر. نه باید وسط باشین روبرو دریچه. دقیقا روبرو دریچه سالان. تکون نمیخوره بابا نوئل؟ میوت خوردی فکر کنم. نه تکون نمیخوره. الو بابا نوئل تکون نمیخوره. نه تکون نمیخوره. خب ببین الان مثلا من این دوتا اینا چیان؟ این الان کدوم تکون خورد؟ ای کدوم تکون نخورد؟ خب داداش گیر کردی ما رو. خب چیز کن یه شخصیت دیگر رو بیا بذار وسط قاب. حتما باید بابا نوئل رو بعد خب ببین الان یکی دیگه اومد. نگاه یکی دیگه اومد الان. یه عکس ستاییه. همینو بیا. الان این وسط تقریبا. وسطه؟ حالا گوشه دامن سیندرلا رفته اون ور. ولی الان خب چی؟ وسط تقریبا. الان چی؟ الان تکون میخوره؟ نه. زارم ببینم این الان شد. الان چی شد این؟ آقا الان وسط سیندرلا رو الان گذاشتی وسط. الان ببین هیچ به دست نزن. بزن ببین انجام میشه یا نه. سیندرلا وسطه. چیزی انجام نمیشه. خانواده چی؟ اینو خوردی؟ خانواده چی؟ خانواده تکون میخوره؟ خانواده رو دارم میگم دیگه. این که داره اینجوری از طرف اینجوری میگیره. سیندرلا راستی است، وسط اسکندر مقدونی، چپی هم جادوگر. قشنگ وسط. خب الان این یارو که شمشیر دستش اینجوری خونیه شمشیرش. این دقیقا اگه من این وری وایسم به روی حوضا سمت چپ اینه، چون بیای جلو میخوری به ریل خود تاقچه نمیاد جلو. خب الان باید چیکار کنم؟ الان به نظرم اون عکس ستاییه رو یه ذره برو به سمت راستر. عکس ستاییه اینه؟ نه برعکس اون مسیری که رفتی برو. این؟ بیا تکون نمیخوره دیگه. این درست شد الان؟ درست شد الان؟ نه این چی؟ ببین تاقچه رو یه چوسه میتونی بدی سمت چپ خودت. تاقچه؟ این چی؟ نه تاقچه میله رو میگم اصل کاری. نمیدونم کدوم بوده الان درست نه شد؟ برعکس اون مسیری که میگه. برو الان درست شد؟ که بری اون ورتر. الان تکون چی؟ نمیخوره اینجا. تکون نمیخوره؟ خب الان چی؟ صبر کن یه ویدیو ببینم. on the top and the bottom. We open stage and turn. For scene one, you want to make the castle outline as well as the people in the castle. So that's going to be 2 and 6. Rotate them until you stop hearing the clicking, or the librarian lets you know that it's done. And at that point, you want to lock in the scene as the explorer
which will bring us to scene 2. As scene 2 begins, خب ببین نگاه کن. مایکت میوت الو. نگاه کن الان ببین اینایی که ببین نگاه کن اون 3 نفره هست، یه دلقکه، یه آدمه با یه دونه سیندرلا، اونو داری؟ آره. ببین اینا رو تکون میدم، اینا رو برمیگردونم عقب، این کدومش برمیگرده؟ این سیندرلا الان محو شد انقدر فقط. الان چی؟ الان داره میاد جلو. بیا جلو. آقا اینجا وای نستا. خب این تاخچه باید یه ذره بره اونورتر. میزون نیفتاده رو دریچه این تاخچه. الان چی؟ خب نگاه کن الان ببین بقیهش میره، بقیهش از بین میره. آره داره از بین میره. از بین رفت بگو بهم. یکیش که رفت موند یه نفر که شمشیرش خونیه گرفته به سمت چپ هم شده. خب این از یکیش. این یکیش چی؟ اونو باید بریم. تکون میخوره؟ میوت خوردی کدوم؟ میگم تکون میخوره الان. نه این نبود اصلا. این تازه اومد. اینو برگردم. برگردونم اینو. آره این اصلا نبودش. داره برمیگرده. اصلا رفت. خب این کیو برگردم؟ این که اینجوری همین آجی. الان اینو آوردی گذاشتی وسط. همینو برگرد برو. همین که تکون دادی. برو محوش کن. خب الان یه دونه تاخچه مونده و این 3 عکس. 3 نفر توی عکس. میتونی یه عکس برام بدی ببینم چجوریه؟ میوت خوردی؟ یه عکس برام بدی ببینم چجوریه؟ آره. بده ببینم. things will be reset, and for scene 2 we need the castle, which is the second turny thing, the king, which is the third one, and the queen, which is the تو اون ویولون کنار چیزو زدی؟ یه دونه هست این قدیمی ها سیدی میخورن بعد یه دونه شیپور زرد میاد بالا. اون کس الان تو تئاتری درسته؟ آره. روبرو مردم وایس و سمت چپ پشت پرده یه دونه چیز از اونو بزن. خب زدم. خب زدی الان روشن شد. آره. خب ببین الان دوباره بزن از اول. زدی روشن شد آره. آره. خب ببین الان کدوم تکون خورد؟ اون تکون خورد. خب این کدوم تکون خورد؟ این تکون خورد. اوکی اینو میارم الان روشنه دیگه اون. آره. این اومد بالا قصره. قصره اومد. خب وایساد بهم بگو. وایستاده الان. خب وسط دیگه اوکی. بله. خب الان این یکی سب کن ببینم این کدومه. این کدوم تکون خورد؟ نه این بری. این تکون خورد. بعد اینم اون یکی تکون خورد. ادیت این ویدیو کی انجام میشه؟ به خدا نمیدونم بنام خودم هم ویدیو دارم ادیت کنم. الان این 3 نفره میاد. بنام. آره اومد دیگه ولی نمیره مثل اینکه ته درجهشه نمیره اومد. خب الان چیزم روشنه دیگه. اون ویولونه چی اسمش؟ آره ولی اتفاق خاصی نیفتاد. نه صبر کن. آها رفتیم یه اتفاق رفتیم افتاد سنس دیگه. 2 رفتیم سنس 2 رفتیم سنس 2 رفتیم سنس 2 رفتیم سنس 2. Castle feel this out like of the librarian's screen. You can also again do that by the clicking noise خراب of شد the فکر actual کنم. turning thing. نه الان سنس 2 خب خراب نشده. Make sure you locked in, and we'll move on to scene 3. الان بس میگه ببینم. الان نه خب ببین الان یه دونه چیزو باید بیاریم. قصر رو بیاریم با
اون سیندرلاه. قصر و سیندرلا، یعنی هر کدوم رو باید یه بار می آوردیم ما. on the library, which is the خب دوباره یک اون فول چیزه رو بکنم، بزن. این اسمی. دوباره چیزه رو بزن، دوباره اون ویولونه رو بزن. زدی؟ آره اتفاق خاصی نیفته. نه اصلا نباید اتفاقی بیفته، صبر کن. خب خب این الان بابا نوئل است، تک بابا نوئل است داری می‌بری. این تاقچه است دقیقا داره میره. وایسا. خب تو بهتر اینجا گذاشتی بابا نوئل رو الان میخوای بذاری جلوش؟ صبر کن وایسا. ها؟ آره صبر کن یه لحظه، الان درستش میکنم. خب الان باید این ملکه رو ببریم بذاریم کنار اون یکی ها. این الان بابا نوئل است داره تکون میخوره، اشتباه نذاری. میدونم. اوکی. این سیندرلا داره میاد، داره ملکه. دقیقه باید سوید بگم الان تو چه در وضعیتی هست. الان سیندرلا داره میاد. آره وایساد بهم بگو. وای نستاده فعلا. وایستاده، همشون وایستادن. خب رفتیم سنس 3. رفتیم سنس 3. اوکی. اساسی یعنی چی؟ یعنی مرحله سوم. الان مرحله 1 و 2 رد کردیم، الان باید بریم مرحله سوم. اینو میاره. بعد کدومو میاره؟ خب دوباره ویولونه رو بزن. این از ویالون نوش all were happy and all was good. خب الان ببین قصر تکون میخوره. این قصر میاد. ذره زیادی دور و برش تاریک شده. اون ویولونه رو زدی؟ نه این بابا نوئل است. خب وایسا بیاد. ببین این قصر است. آره خب بذار اینم بیاد. ثابت شدن بهم بگو. قصر ثابت شده. این یکی چی بابا نوئل؟ اون که ثابت شده بود ولی وسط نیست. نه اوکی. الان ببین این یکی میاد بالا چیه؟ اینی که داره میاد بالا چیه؟ این سکس است که یه بار انجام دادی. خب اوکی ثابت شده. آره ببینم ثابت شده. سکسه وسطه. آره ثابت. بذار بهت بگم الان چه وضعیتی هست. یه دقیقه وایسا. خب اینم ثابت شد. چیز اومد. اینو خوردی وایسا. این چیز اومد ثابت شد. الان درسته. ویولون رو روشن کردی. اینجا رو نگاه کن. رفتیم سنس 4. اون ویولون رو بزن. به نظرم بذاریمش بری پارت بعد. نظرته بدم. اینو کی هستی؟ خدا.
نظر چیه بذاریمش برای پارت بعد؟ آره نظر خوبیه به نظر من. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم. نظری راجع به ویدیو، انتقاد، چیزی داشتید تو کامنت ها بگید. قرار 3 تا میگن گیفت کارت $4 هم بین کامنت های تاپ بالاترین کامنت ها جایزه بدیم و اگه 50 تا لایک بگیره ویدیو اول چنلمون پارت های بعدم از دست ندیم. دمتون گرم. شب خوبی داشته باشید. آقا خلاصه که یادتون نره، بازم منم میگم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. چنل خودم هم این پایین هست. با هم دیگه منو بنام هر هفته احتمال زیاد، هر هفته یا هر 2 هفته یه بار احتمالا یه ویدیو بذاریم. احتمال زیاد هر هفته یه ویدیو بذاریم و همین دیگه. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو بودین با ما. دوستون دارم. فعلا پیس اوت.